در میان یخ و سرمای زمستان، در پایین خیابان نیکولت، شهری شعله غور با آتش و یخ جنگی، در زیر چکمه های اشغالگران، ارتش خصوصی پادشاه تران، از وزارت امنیت داخلی، اسلحه ها به کت‌هایشان بسته شده، به مینیاپولیس آمدن تا قانون را اجرا کنند. یا حداقل داستان آنها اینطور است، علیه دود و گلوله های لاستیکی، در نور افالی سپید دم، شهراندان برای عدالت ایستادند. صدایشان در طول شب طنین انداز شد و رد پاهای خونین وجود داشت، جایی که رحمت باید می ایستاد. و دو مرده در خیابانهای پر از برف رها شدن تا بمیرن. الکسپرتی و رنگود، مینیاپولیس صدایت را میشنوم، در میان مه خونین آواز میخوانی. ما برای این سرزمین و ایستادگی خواهیم کرد و غریب های در میان ما. اینجا در خانه من آنها کشتند و پرسه زدند، در زمستان ونست سنیست، نام کسانی را که مرد در خیابانهای مینیاپولیس. رازل و باش فدرال ترام به صورت و سینهاش میکوبیدن، سپس صدای شلیک گلوله ها شنیدیم. الکسپرتی در برف مرده افتاده بود، ادعای آنها دفاع از خود بود. آقا فقط به چشمانتان ارتناد نکنید، این خون و استخانه های ماست و این سوتا و تلفن ها، علیه دروغ های کثیف میلر و نوام. او مینیاپولیس صدایت را میشنوم، گریه در میان غبار خونین، نام کسانی را که مردند به یاد خواهیم آورد. مر خیابان‌های مینیاپولیس حالا میگویندت که اینجا هستند تا قانون را رعایت کنند، اما حقوق ما را پایمال میکنند. اگر پوستت سیاه یا قهوه‌ای است دوست من، ممکن است به محض دیدنت مورد سوال یا اخراج قرار بگیری. در شعارهای ما اخراج کن همین الان، اخراج کن، اخراج کن، اخراج کن، اخراج کن. قلب و روح شهر ما همچنان پابرجاست، اخراج کن. یخ بزن، یخ بزن، یخ بزن، از میان شیشه های شکسته و عشقهای خونی. یخ بزن، یخ بزن، یخ بزن، یخ بزن.